ژیرینوفسکی می‌خواهد مهاجران را به سیبیر فرستد. ریدها در ترکمنستان. ازبکستان: نماز جایز نیست، کنسرت اجازه است. У нас деньги есть. Есть проекты. Нет рабочих. وکیل پارلمانی روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی مهاجران مهنتی را از آسیای مرکزی با خوشنودی به شرق دور، شمال دور و سیبیر می‌فرستد. ویدیو نواری مذکور در شبکه یوتیوب LDPR TV نشر شده است. Поэтому идеальный вариант без мигрантов, но хотя бы их использовать крайний север, Дальний Восток, Сибирь, там, где они будут одни, но они должны нам строить огромные объекты, заводы, дороги. وی اینچنین تاکید کرد که روس‌ها به سیبیر که در آنجا انسان زنده نیست و حاجتخانه در کوچه است کار و زندگی نخواهند کرد. Может быть без душа, туалет на улице. یادداشت میکنیم که این بار اول نیست که ژیرینوفسکی علیه مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی اظهارات تحقیرآمیز میکند. قبلا ماه مارس سال جاری ژیرینوفسکی پیشنهاد کرده بود که همه مهاجران به دهه‌های پرتافته شده فدراسیون روسیه کوچانیده شوند. حتی با عائله‌شان به آنجا بروند. ما به آنها در دهه‌های خالی روسیه منزل می‌دهیم. بگذار آنها در آنجا زندگی کنند. آنها دهقانانی خوبند. مثلا قزاق‌ها و قرغیزها مردمی کوچمنچی هستند. تاجیکان و ازبکان باشند دهقان هستند. گفته بود ژیرینوفسکی. Иммигрант будет получать 50 тысяч, и русский рабочий 50, нам не выгоден он мигрант, он не умеет работать. Он приехал из сельской местности. Мы в космос поднимались, а они тяпками хлопок обрабатывали. И сегодня... کارمندان وزارت امنیت ملی ترکمنستان در منطقه لباب ریدها انجام داده تمام ادبیات‌های اسلامی را از ساکنان مصادره می‌کنند. طور روز 22 ایول رادیوی آزادتیک خبر داد ریدها در چند شهر این ولایت جریان دارد. در گزارش گفته می شود که ریاست وزارت امنیت ملی در ولایت لباب با منزل‌های ساکنانی که به مسجد می روند ریدهای گسترده تشکیل کردند. تمام ادبیات‌های اسلامی با استثنای قرآن، حتی آن ادبیات‌های دینی که به اصطلاح به معیارهای ترکمنستان همچون ادبیات دینی جوابگو می باشد مصادره کرده می شوند. پس از شنیدن آیین گفتگوها ساکنان منطقه های دیگر نیز ادبیات های داشته اشان را پنهان کردند. قابل ذکر است که ریدها از روز اول عید قربان آغاز شدند. به طور رسمی ریدها با آن دلیل اساسناک کرده می شوند که گویا در زمینه تحولات رویدادها در همسایه کشور افغانستان گویا طرفداران طالبان و واعظان داعش در کشور فعالتر شدند. یک ساکنی سالخورده کشور به شرط افشا نشدن نامش به خبرنگار اظهار نمود که مقیاس ریدهای مذکور که به تعقیب دینداران وابستگی دارد به تعقیب‌های زمان شوروی شباهت دارد. کارمندان امنیت ملی با پیدا کردن کتاب دینی حتی اگر آن به معیارهای ادبیات دینی ترکمنستان جوابگو باشد هم به بازپرسی شهروندان شروع می‌کنند. کار تا جای رسیده است که مسلمانان را به نوشیدن مشروبات اسپریتدار مجبور میکنند، گفت او. جالب دقت است که چنین ریدها در ترکمنستان منتظم گذرانیده می شوند. مثلا تیر ماه سال 2019 نیروهای امنیتی شهر مری کسانی را که به مسجد می روند برای بازپرسی دعوت کرده به آنها فشار می گذراندند تا در بین مسلمانان مشاهد معلومات جمع کنند. این چنین زمستان سال 2020 در ولایت لباب کارمندان بخش دولتی را برای ادای نماز جمعه به مسجد رفتن منع کردند. همچنین در بهار سال 2021 تمام مسجدهای شهر مری بسته شدند و به ساکنان شهر بدون توضیح نماز عید را منع کردند. علاوه بر این در طول سالهای زیاد گذاشتن نماز در جای کار منع شده است. پس از 2 روز منع برگزاری نماز عید در مسجدهای پایتخت در مرکز تاشکند کنسرتی با شکوه با جلرشو برگزار شد. ویدیو نوار موافق در شبکه یوتیوب ینگی کلگو پیدا گردید. در ویدیو نوار دیده می شود که چطور هزارها نفر برای یک نمایش فراغتی در تاشکند سیتی جمع آمدند. البته در کنسرت مسافه اجتماعی را کسی رعایت نمی کرد. انبوه آدمان تا نیم شب شادی کرده سرود خوانده رقص می‌کردند.
جاش و استعدادli خواننده ریان. گذشته از این طوری که ناظران قید میکنند چنین کنسرت ها در تاشکند هفته چند مرتبه برگزار میشوند و هیچ گونه محدودیت اپیدمیولوژی به چنین چاره‌بینی ها خلل نمیرساند. طبیعی است که این گونه بی‌عدالتی در عمل مقامات موج خشم و غضب را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده است. مردم نمیفهمند که چرا نماز به سلامتی آدمان تهدید میکند اما کنسرت تهدید نمیکند. Yurtimizda epidemiologik vaziyatni jilovlash, aholi salomatligini har tomonlama himoya qilish uchun یادداشت میکنیم که قبلا شورای علمای ریاست مسلمانان ازبکستان درباره لغو نماز دست جمعی به افتخار عید قربان قرار قبول کرده بود. شورای علما قرار خود را با وضع اپیدمیولوژی کشور اساسناک کرد. طبق همین قرار نماز جنازه نیز فرمان داده شده است که در منزل زیست با اشتراک خویشاوندان نزدیک گذاشته شود. اینچنین ادای نماز جمعه موقتا بازداشته شده است. در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی کاربران به چنین بی‌عدالتی راضی نیستند. مثلا سابق امام خطیب مسجد آمینه شهر تاشکند فضل‌الدین پرپیف در فیسبوک وضع را چنین شرح داد: در این کشور منفعت‌های مسلمانان حتی 1% هم اعتراف کردن نمی‌شوند. سبب آن را هر کس خوب می‌داند. مسلمانان در اینجا قدر و قیمت ندارند. ارزش‌ها، دین، اعتقاد و خواهش‌های آنها برای کسی اهمیتی ندارد. همه این را می‌فهمند اما کسی جرأت نمی‌کند که اقرار شود. برای حکومت مهم نیست که شما عصبانی می‌شوید یا غمگین هستید، زیرا شما خود را همین طور معرفی کرده اید و با دیگران نیز همین طور مناسبت می‌کنید، نوشته است او.